د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. شنوندگان عزیز رادیو کندوز، سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه مورخ 14 اسفند 1433 هجری خورشیدی است که مصادف است با 4 سپتامبر 2024 میلادی. من رونا مراد بک هستم با سرویس خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. شرکت‌های قزاقستانی آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنای افغانستان هستند. برای 10 زن در جوزجان وسایل کار توزیع شد. بانک مرکزی 15 میلیون دلار آمریکایی را به فروش می‌رساند. بازداشت 22 فلسطینی در کرانه باختری توسط اسرائیل. نشر خبرها. سفیر کشور قزاقستان در دیدار با سرپرست وزارت فواید عامه گفت که شرکت‌های قزاقستانی آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان هستند. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه امروز با نشر این خبر گفته است که ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه با علیم خان یسینگلدیف سفیر کشور قزاقستان روی شماری از مسائل مهم در دفتر کاریشان دیدار نمود. در آغاز سرپرست وزارت فواید گفت جای بسیار خوشی است که قزاقستان یکی از شریکای مهم اقتصادی و تجارتی افغانستان است. در این دیدار هر دو جانب در مورد خطوط آهن افغانستان به خصوص بخش اول قطعه 4 مسیر خط آهن خواف و هرات به طول 47 کیلومتر بحث مفصل نمودند. طرفین تاکید نمودند که با افزایش صادرات از طریق خطوط افغانستان رابطه اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان گسترش می‌یابد. سفیر قزاقستان گفت که شرکت‌های قزاقستانی آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان هستند. برای 70 زن عودت کننده در جوزجان که قبلا یک دور آموزشی خیاطی را سپری کردند وسایل کار توزیع شد. مولوی عبدالولی مسافر آمر عودت و ادغام مجدد ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان بیان می‌کند این اداره به همکاری مؤسسات همکار برای این زنان عودت کننده که قبلا یک دوره 6 ماهه آموزشی خیاطی، گلدوزی و بیکدوزی را سپری کردند وسایل کار توزیع کرد. وی گفت وسایل مساعدت شده شامل ماشین‌های خیاطی، میز کار با چوکی آن، اتو و سایر وسایل مورد نیاز حرفی خیاطی، گلدوزی و بیکدوزی است. در افغانستان بانک مبلغ 15 میلیون دلار آمریکایی را تایید و طلبی امروز چهارشنبه 14 اسفند به طور لیلام به فروش می‌رساند. بدین وسیله از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می‌نماید تا در این داوطلبی اشتراک نمایند و برنده لیلام مکلفیت دارد تا حساباتشان را الی ختم روز لیلام تسویه نمایند. در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست. برندگان داوطلبی مکلفند تا در مدت معینه پول ذمت خویش را یک بار به طور نقد تحویل به افغانستان بانک نمایند. و خبر اخیر، انجمن اسیران فلسطینی گزارش داده است که نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل از شام روز گذشته تا اکنون 22 فلسطینی از جمله زندانیان سابق را در سراسر کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند. همچنین نیروهای اشغالگر اسرائیل پس از آن که بیشتر طول‌کرم در کرانه باختری را با طیاره بدون سرنشین هدف حملات خود قرار دادند، حالا به آن یورش بردند. پیش از این گزارش‌ها حاکی از آن بود که از زمان آغاز حملات رژیم اشغالگر به غزه حداقل 681 فلسطینی در پی حملات نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان در کرانه باختری کشته شدند و بیش از 5600 تن دیگر مجروح شده است. به حداقل 10400 فلسطینی از سوی رژیم اشغالگر در کرانه باختری اشغالی بازداشت شده است. این بود پایان خبرها تا این ساعت. از توجهتان سپاس. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.